سلام بیننده عزیز، در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. امروز 25 اپریل است. رو می‌آوریم به سرخط خبرهای برنامه. نخستین پروازها میان ترکیه و تاجیکستان پس از جاری شدن نظام ویزا یا روادید. مشاهده خبرنگاری رادیوی آزادی در فرودگاه دوشنبه. پس از ماه‌ها بحث و کشمکش، جو بایدن پرزیدنت آمریکا طرح کمک نظامی بیش از 60 میلیارد دلاری برای اوکراین را امضا کرد. آمریکا در بر دوستانش می ایستد، همراه در مقابل دیکتاتورها می ایستیم. ما به کسی تعظیم نمی کنیم، به خصوص به ولادیمیر پوتین. در قزاقستان وزیر سابق اقتصاد را با اتهام قتل زن جوانش محاکمه می کنند. آوازه پرونده تا به تاجیکستان هم رفته است. برنامه را شروع میکنیم با خبری از روسیه. مقامات انتظامی چچنستان روسیه 10 شهروند تاجیکستان را از این جمهوری راندند، زیرا به قول آنها قانونهای مهاجرت و اقامت در آنجا را رعایت نکردند. تلویزیون دولتی چچنستان روز 25 اپریل خبر داد که شهروندان تاجیکستان مدتی دراز به اجازه اقامت و ثبت رسمی زندگی می‌کردند و هنگام عملیات ماموران میلیسا آشکار و دستگیر شدند. در خبر گروزنی تیوی آمده است که مهاجران تاجیک را که نظرشان معلوم نیست به فرودگاه ونوکوی مسکو فرستادند تا از آنجا بعد زادگاهشان اخراج شوند. بعد حمله مرگبار در ماه مارس به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو دسته از مهاجران تاجیک را از روسیه راندند. مقامات انتظامی 11 شهروند تاجیکستان را در انجام این حمله متهم کردند. ادامه برنامه. پس از جاری شدن نظام روادید یا ویزا از جانب ترکیه برای شهروندان تاجیکستان، سفر به این کشور از فرودگاه دوشنبه کاهش یافته است. ترکیه اول ماه اعلام کرد که از 21 اپریل شهروندان تاجیکستان دیگر به ویزا حق ورود به این کشور را ندارند. همکاران ما امیر ایسایف و ارشاد سلیمانی در نخستین پروازها پس از اعتبار پیدا کردن نظام روادید به فرودگاه دوشنبه رفتند. فرودگاه بین المللی دوشنبه، جایی که در یک هفته 5 پرواز به استانبول صورت می گیرد. خط سیر سیرمشتری. پس از جاری کردن نظام روادید از سوی ترکیه، شماره مسافران کاهش یافته است. امروز 25 اپریل سال 2024 است. از روزی که سفر شهروندان تاجیکستان به ترکیه توسط ویزا آغاز شد 5 روز میگذرد. ما اینجا با فرودگاه شهر دوشنبه آمدیم تا از شهروندانی که به سمت استانبول پرواز میکنند بپرسیم که آیا در دریافت ویزا مشکلی داشتند و عمدتاً چی مقدار وقت برای دریافت ویزا صرف میشد. اما مشاهده بیش از 2 ساعته ما در فرودگاه دوشنبه نشان داد که تقریبا شهروندان تاجیکستان که ویزا دریافت کرده باشند و به سمت استانبول در حال پرواز باشند نیستند و عمدتاً کسایی میروند که سفر ترانزیتی دارند و استانبول را برای رفتن به کشورهای سوم و چهارم استفاده میکنند. سفارت ترکیه در دوشنبه وضع دریافت ویزا را شرح نمیدهد. شرکت‌های سیاحی نیز تنها گردشگرانی را میبرند که ویزا دارند. سفارت ترکیه در دوشنبه قاعده‌های دریافت ویزا را نشر کرده است. یک شرط این است شهروندان باید 1 ماه قبل از سفر برای دریافت ویزا مراجعت کنند. سندهای بیمه طبی، حساب بانکی، معلوماتنامه از جای کار و سلسله از اسناد دیگر هم طلب می شود. در حالی که برخی از شهروندان تاجیکستان از کشالکاری ها برای دریافت ویزا در شبکه‌های اجتماعی نگرانی کردند، یک شهروند ترکیه میگوید دریافت ویزا خیلی مشکل نیست. میدونین که مسافرها برای ویزا ناراحت میشن، ولی الان هم برای ترکا هم برای تاجیکا ویزا مشکل ندارن. خیلی راحت، تقریبا تو 2 روز 3 روز هم ترکا هم مردم تاجیکا ویزا میگیرن. ارزش ویزای یک سفری ترکیه $60 و ویزای بسیار سفری $190 است. شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان از دادن معلومات درباره تعداد مسافران به ترکیه خودداری کردند. از تاجیکستان به ترکیه در یک هفته 5 پرواز صورت می‌گیرد که 3 پرواز آن را شرکت سامان ایر و 2 پرواز را شرکت ترکیش ایرلاینز انجام می‌دهند. در آغاز ماه اپریل ترکیه برای سفر شهروندان تاجیکستان نظام روادید جاری کرد. سبب هم معلوم نیست. تاجیکستان هم در پاسخ عینی کار انجام داد. انقره نظام روادید را برای شهروندان تاجیکستان سال 2018 بیکار کرده بود و تاجیکستان سال 2021 به شهروندان ترکیه سفر 30 روزه بدون ویزا را اجازه داد. شما استانبول رفتید؟
وزارت امور خارجه امریکا تصدیق کرد که این کشور با اوکراین موشک‌های دورپرواز داده است که قادر به محو هدف در مسافه 300 کیلومتر هستند. با گفته وزارت موشک‌های مذکور را با دستور جو بایدن به اوکراین دادند تا در قلمرو خود استفاده برد. پیش از این خبر جو بایدن رئیس جمهوری امریکا قرار درباره کمک نظامی به اوکراین را امضا کرد. گزارش همکارم طاهر سفر در همین باره است. این روزی خوبی برای امریکا، برای اروپا و صلح در جهان است. واقعاً بعد ماها کشمکش با وکیلان حزب جمهوری خواه، رئیس جمهور جو بایدن روز چهارشنبه قرار کمک تقریباً 100 میلیارد دلاری برای کشورهای خارجی را امضا کرد. از این حساب 61 میلیارد دلار برای کمک به اوکراین خرج می شود که 2 سال باز است با روسیه می جنگد. امریکا در بر دوستانش می ایستد. همراه در مقابل دیکتاتورها می ایستیم. ما به کسی تعظیم نمی کنیم، به خصوص به ولادیمیر پوتین. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که از بایدن و کنگره سپاسگزار است. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу, усім американцям. بایدن گفت الکی قرار درباره ارسال اسلحه با ارزش 1 میلیارد دلار را امضا کرده است و انتقال آنها از چهارشنبه آغاز شد. من تضمین می کنم که انتقال تا چند ساعت دیگر آغاز شود. به معنای تامش ما انتقال تجهیزات برای دفاع هوایی، اسلحه، ارتلری، سیستم‌های موشکی و زیرپوش‌ها را آغاز می کنیم. وکیلان حزب دموکرات نیم سال باز از جمهوری خواهان می‌خواستند به طرفداری قرار رای بدهند. دونالد ترامپ رقیب بایدن در انتخابات سال 2024 ضد کمک به اوکراین است و بعضی جمهوری خواهان در کنگره هم مخالف بودند چون شبهه دارند که اوکراین پیروز می شود. اما با حمایت مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان که او هم جمهوری خواه است، قرار کمک روز شنبه تصویب شد و روز سه‌شنبه در سنا هم گذشت. بر اساس قرار 26 میلیارد دلار برای اسرائیل و 1 میلیارد دلار برای کمک بشری در غزه خرج می شود. اسرائیل باید کفالت بدهد که همه این کمک‌ها به یگان تأخیر به فلسطینی‌ها در غزه می‌رسد. هدف نهایی هر کاری که ما می‌کنیم بازگردانیدن گروگانان به خانه، سازش آتش‌بس و فراهم کردن شرایط برای صلح پایدار است. 8 میلیارد دلار دیگر برای تایوان و دیگر همپیمان‌های آمریکا در نزدیکی چین پیش بینی شده است تا با قدرت نظامی آن مقابله کرده توانند. بایدن همچنین قرار علاهیده را امضا کرد که به کمک‌های وابسته است و استفاده شبکه تیک تاک را در آمریکا منع می‌کند. مگر اینکه مالک آن بایدنس تیک تاک را تا 9 ماه و یا 1 سال دیگر به یگان شرکت آمریکایی بفروشد. مدیر تیک تاک روز چهارشنبه گفت باور دارد که دادگاه این قرار را به اعتبار می‌کند. برنامه را با گزارش مربوط به تاجیکستان ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته است که وضع حقوق انسان در تاجیکستان به تغییر مانده است. مؤلفان گزارش سالانه درباره حقوق بشر که روز 23 اپریل نشر شد، از قدرت فراگیری پرزیدنت تاجیکستان و عائله‌اش، افزایش محبوسان سیاسی و خبرنگاران زندانی اظهار نگرانی کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد این گزارش را خلاصه کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی، دقیقاً دپارتمنت دولتی امریکا از روی کدام مسئله ها بیشتر بهاگذاری کرده است؟ سلام بینندگان ارجمند. بله، در گزارش وزارت امور خارجه امریکا گفتند که در تاجیکستان فضای آزادی سیاسی وجود ندارد. انتخابات های آزاد و مطابق به معیارهای دموکراتی برپا نمی شود. حزب‌های مخالف حکومت به مثل حزب نهضت اسلامی از صحنه رانده شده. هر دو پلت پارلمان را اعضای یک حزب حاکم خلق دموکراتی در اختیار دارند. مؤلفان گزارش همچنین گفتند پرزیدنت قدرت وسیع دارد و آژانس ضد کروپسیا فعالیت‌های اعضای عائله این پرزیدنت رحمانوف و یا اطرافیان نزدیک او را تحقیق نمی‌کنند، در حالی که آنها شرکت‌های مهم را زیر نظارت دارند. در گزارش همچنین حکومت را برای زیر پا کردن حقوق خبرنگاران تنقید کردند و از جمله گفتند روزنامه‌نگار زندانی عبدالستار پیر محمدزاده را تنها در یک اتاق و تا 60 نفر را به دسترسی کافی به آب نگه می‌دارند.
در گزارش قضیه وکیل مدافع زندانی بزرگمهریارov و ژورنالیست عبدالله غربتی ذکر شده است. با گفته او ادوکات‌ها زیر فشار از حمایت حقوق آنها و چند زندانی سیاسی دست کشیدند. میرزا نبی، در گذشته مقامات تاجیک چنین گزارش‌ها را ناسنجیده و بی‌پایه گفته بودند. این بار واکنش در این باره کردند؟ نه مومن، هنوز مقامات به این گزارش واکنش نکردند، ولی در گذشته تقریبا به هر حادثه‌ای که در گزارش ذکر شده بود جداگانه واکنش کرده بودند. مثلا در گزارش گفته شده است که حالا در زندان‌های تاجیکستان 400 زندانی سیاسی است که اکثرشان اعتراضگران در بدخشان بودند که سال 2022 بازداشت شدند. مقامات تاجیک بارها گفته بودند که در این کشور زندانی سیاسی نیست و بازداشت شده ها را عضو گروه متشکل جنایتی نامیده بودند. در گزارش به تعقیب مخالفان حکومت پرزیدنت امام علی رحمان در خارج چون تمایل دیگری اضطراب انگیز یعنی توجه شده است. در یک سال گذشته چند تن از پناهجویان در اروپا به تاجیکستان اخراج و به سالهای طولانی زندانی شدند. آنها را مقامات به افراطگرایی و تروریسم متهم می‌کنند. این است. تشکر همکارم میرزا نبی خالقزاد درباره گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا صحبت می‌کرد. و گزارش دیگری از قزاقستان. در قزاقستان یک ماه باز محاکمه پرونده قتل بیرحمانه سلطنت نوکینووا ادامه دارد. در کرسی عیبداری وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان نشسته است. این قضیه را که بحث خشونت و آزار و اذیت زنان را داغ کرده است در تاجیکستان هم بسیاری ها پیگیری دارند. زرانگیز نوروزشاه درباره آخرین مرافعه این پرونده بحث برانگیز گزارش می‌دهد. یک ماه باز توجه بسیاری از ساکنان قزاقستان و بیرون از آن به محاکمه روانه شده است که در آستانه می‌گذرد. قواندیق بیشیمبویف وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان که به قتل همسرش گمانبر می شود به بیگناه بودن خود پافشاری دارد. به ادعای او زخم و آسیب‌هایی که باعث مرگ سلطنت شده است کاری دستی او نیست و زن خودش این کار را کرده است. اخیراً دادگاه نوار و عکس‌های تلفنی بیشیمبویف را گرفت و تحقیق کرد. قبلا گمانبر اجازه نمیداد تلفنش را تفتیش کنند. در تلفن نوارهای روز مرگ سلطنت را پیدا کردند و در آن دیده می شود که بیشیمبویف نوکینووا را تحقیر می کند. بیشیمبویف در دادگاه گفت نوارها ساختکاری شدند. اجازه هست که یک ثانیه تنفس کنیم؟ من می خواهم بگویم که این همه تنظیم شده است. باید واتساپ را ببینیم. شاید تلفن مرا کشاده همه این نوارها را گرفتند. خبرنگارانی که در مرافعه شرکت داشتند میگویند برخی و به خصوص نزدیکان سلطنت با دیدن نوارهای تلفن بیشیمبویف گریه کردند. احوال یک نفر هم از دیدن ویدیوها بد شده است. دیرتر متهم به جنایت اعتراف کرد که نوارها را خودش ثبت کرده است. در واقع من به حالتی رسیده بودم که میخواستم کاری کنم و به تحقیرهای او با تحقیر جواب دهم. من در بیانات خود گفتم که دشنام کرد، همه هدیه های آوردم را در حاجت خانه پرتافت. نوارها را به خبرنگاران نشان ندادند. وکیلان دفاعی بیشیمبویف ویدیوها را دیدند و یکی از آنها گفت در این ویدیو چیزی دهشتناک نبود. یگان صحنه شکنجه، بردن و زدن و کندن چشم نبود در آن. آنجا چنین چیزی نیست. برعکس این نوار اثبات آن است که ساعت 8:24 و الکی در روی دیوان خواب بود. در هر صورت به احتمال زیاد محتوای نوارها ضمن اعلان حکم به نوبت گرفته می شوند. وکیل دفاعی معروف قزاق جوهر اوتبکوف باور دارد که بیشیمبویف بی جزا نمی ماند. قضیه از آن شروع شد که شب 9 نوامبر وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان قواندیق بیشیمبویف همسرش سلطنت نوکینووا را در طرفخانه متعلق به پرزیدنت سابق لطوکوب کرد. در پی آسیب‌های سخت جسمانی نوکینووا فوتید. در کرسی عیبداری همچنین برادری بیشیمبویف بایجان بایجانوف نشسته است. به اطلاع تفتیشات وی برای از بین بردن آثار جنایت کمک کرده است. سلطنت و بیشیمبویف سال 2022 در اینستاگرام شناس شده با پافشاری زیاد مرد ازدواج کردند. دادستانی در دادگاه گفت بعد توی بیشیمبویف به سلطنت اجازت نمیداد که کار کند و با دوستان و نزدیکانش صحبت نماید. او همسرش را رشک و لطوکوب میکرد. سپاس که برنامه ما را همراهی کردید. خدا نگهدار.